شکر و سپاس منت خدای را، پروردگار خلق و خداوند کبریا. سلام، رشیدپور هستم، دبیر آموزش و پرورش. سلام دختر و پسرای گلم، خسته نباشید. یک روز خوب دیگر رو سپری کردیم. حالا اومدید خونه و آماده میشیم برای املا در خونه. اگر یادتون باشه دیروز قسمت اول درس کتابخانه کلاسمون رو گفتم و امروز بقیه این درس رو دیکته میگم و در انتها یک دو خطی هم کلمه هایی که مربوط به این درس نیست میگم و شما مثل دیروز مینویسید و برگه‌ای که در آخر این ویدیو میذارم اون رو خودتون سعی میکنید. خب قلم دفتراتون رو بیارید، آماده بشید تا دیکته امروزمون رو شروع بکنیم. بالای در خط اول دفترمون می نویسیم کتابخانه کلاس ما. سر خط پس بالا تیترمون یا عنوانمون میشه کتابخانه کلاس ما. سر خط می نویسیم نماینده گروه اول گروه اول گفت. نماینده گروه اول گفت. باز چون نقل قول داریم میکنیم، از زبان یکی دیگه صحبت میکنیم، 2 تا نقطه و 2 تا پرانتز کوچک که گفتیم بهش گیومه میگیم. خیر بهتر است. خیر بهتر است. کتاب ها و مجله های کتاب ها و مجله های ویژه خودمان را بخوانیم. بهتر است کتاب ها و مجله های ویژه خودمان را بخوانیم. نقطه و گیومه رو میبندیم. دنبالش نماینده گروه دیگر نماینده گروه دیگر گفت. گفت باز 2 تا نقطه گیومه باز. در آخر کتاب فارسی در آخر کتاب فارسی ویرگول نام کتاب های مناسبی آورده شده است. نام کتاب های مناسبی آورده شده است که ما می توانیم آنها را بخوانیم. که ما می توانیم آنها را بخوانیم. نقطه و گیومه رو میبندیم.
آموزگار گفت آموزگار گفت باز 2 نقطه، باز پرانتز رو وا میکنیم، گیومه رو وا میکنیم. کتاب خوب ویرگول مانند دوست خوب است. مانند دوست خوب است که میتواند به ما خیلی کمک کند. که میتواند به ما خیلی کمک کند. نقطه گیومه میبند. نماینده یکی از گروه ها گفت نماینده یکی از گروه ها گفت دو تا نقطه گیومه باز. کتاب خوب را هم مانند دوست ویرگول پس از همفکری و مشورت با بزرگترها کتاب خوب را هم مانند دوست پس از همفکری و مشورت با بزرگترها انتخاب می‌کنیم. باز نقطه گیوممون رو میبندیم. آموزگار گفت دو تا نقطه گیومه رو باز میکنیم. آفرین بر شما که خوب فکر می‌کنید. و به درستی پاسخ می‌دهید. نقطه دنبالش. حالا فکر کنید چگونه می‌توانیم یک کتابخانه کوچک در کلاس داشته باشیم.
علامت سوال و گیوممون رو میبندیم. حالا میریم سراغ لغت‌هایی که آخر درسمون باید مینوشتیم. سر خط این لغت‌ها رو بنویسید. خدمت، خدمت، پادشاه، خط فاصله، خلق، خلق، خط فاصله، شاهنامه، شاهنامه، خط فاصله، کنجکاو، کنجکاو، خط فاصله میذاریم. صبحانه، صبحانه، خط فاصله، نشاط، نشاط، خط فاصله، قورباغه، قورباغه، خط فاصله، سپاسگزار، سپاسگزار، خط فاصله، شروع، شروع، خط فاصله، صحرا، صحرا، خط فاصله، رهگذر، رهگذر، خط فاصله، مدرسه، مدرسه. خب اینم از کلمه‌های اضافه‌ای که مال این درسمون نبود، ولی حتما شماها اونو بلد بودید. این کلمه‌ها رو آخر همین فیلم میذارم، شما از روی اون سعی کنید. اون قسمت اول املا رو هم که توی کتاب درسیتون هست خیلی خوب میتونید کلمه به کلمه نگاه کنید، هر جایی احتمالاً اشتباه نوشتید اونو درستش کنید. مطمئنم نمره خوبی میگیرید، همتون رو درست نوشتید. اگر هم اشتباه بود اصلا اشکالی نداره، چون فقط ما میخوایم آماده بشیم برای املای مدرسمون. غلطاتون رو یادداشت بکنید، چند بار از روی هر کلمه بنویسید تا خوب یاد بگیرید. اگر دوست داشتید این کانال منو به دوستاتونم معرفی بکنید تا اینکه با هم دیگه شبا بشینیم املامون رو بنویسیم. براتون آرزوی خوب میکنم، فردا امیدوارم املای خیلی خوبی بنویسید و نمره خیلی خوبی هم بگیرید. خدا نگهدار شما.